صبحگاهان عمر در کوچه های مدینه روان بود و احساس می نمود که آرامی در همه شهر حکم فرماست و در این آرامی که تمام شهر را فرا گرفته بود آواز زنی را شنید که سرود می خواند و احساس خود را در آن اظهار می کرد. شب دراز و دیرباز نامدروز شدم پزمان آن یاری دل افروز. نبودی ترس حق گر در وجودت نمی جنبید کتی خوابم شب و روز. سرود زن وجدان عمر را آرام نگذاشت. پس به نزد خانه آن زن آمده اجازت در آمدن خواست و چنین گفت: تو را چی شده است ای زن؟ زن پاسخ داد: چند ماه است که شوهرم را از من دور کرده ای و من مشتاق دیدار اویم. عمر با قهر گفت: آیا قصد کاری بد داری؟ زن گفت: نه، سوگند به خدا. عمر گفت: خود را به دست گیر، من به او نامه می فرستم. پس به شوهر آن زن نامه فرستاده او را باز پس خواند. سپس به نزد دخترش حفصه در آمده چنین گفت: من می خواهم از تو مسئله را بپرسم که مرا به تشویش آورده است. بعد کمی آرام گردید و پرسید: در چقدر وقت زن شوهرش را پزمان می گردد؟ این هنگام سر ام المؤمنین حفنه از حیا خم گردید. عمر دوباره به او روی آورد تا که شرم را از دخترش دور نماید و چنین گفت: خداوند از حق نمی شرمد. چنین سخنان پدر نیز حفصه را از حیا باز نداشت و نتوانست جواب گوید. ولی چون پدر اصرار نمود با انگشتان خود شماره 3 را اشاره نمود که افادگر 3 یا 4 ماه بود. بعد از این عمر به هر مناطقی که زیر فرمانش بود نامه فرستاد و دستور داد که سربازان را از 3 ماه زیاد در جبهه ها منع ننمایند.